سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران هر کجا که باشین امیدوارم که صحت و سربلند و موفق و معید باشین. یک ویدیو ثبت کرده بودم درباره حالتی مردم سوریه و ترکیه بعد زمین لرزه و گفته بودم که آمادم در آلمان کسی که کمک میکنه کمک او را به برادرای محتاج برسانم. الحمدلله در مجموع 510 یورو جمع شد. برادرها از دورتموند خداوند برکتشان بده، برادرها از هامبورگ، برادرها از دوسلدورف، از کلن و فرانکفورت مقدار تواناییشان کمک کردند. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه به دادن صدقه، به دادن پول، به دادن کمک کردن، یعنی پول شما هیچ وقت کم نمیشود. به همین پول جمع شدگی الحمدلله که 2 یا 3 اویله را به مقدار 150 و 200 یورویی کمک کردند. الان ثبت یک تشم میمونم که چی میگه. السلام عليكم أخي عبد الرحمن، شكرا لك ولكل شعب طاجكستان. لقد وصلتني مساعدة 150 دولار وجزاكم الله ألف خير. أنا أخوك من سوريا ومقيم بتركيا بمناطق الزلزال. و متاسفانه نام مرا میگیره و میگه که 150 یورو آمد به من رسید و خداوند این در میزان حسنات در ترازوی کارهای نیکتون روز قیامت جمع بکنه. آوازه کودکان را خودتون شنویدین. اینا الان در ته پلتکن. اگه 150 یورو چند اینا را میبره الله خودش میدونه، اما از دست من آمدگی الحمدلله که ما کردیم. خب ثبت دیگری چه گوش میکنیم. السلام عليكم ورحمة الله. نحن عائلة من سكان غازي عنتاب المنكوبي. نتشكر أخونا عبد الرحمن وأصدقائه على المبلغ اللي تبرعنا فيه. الله يجزيهم الخير وإن شاء الله في ميزان حسناتهم. الله يتقبل منكم. این زمین لرزه برای ما درس های زیاد داد. خیلی گروه ها و قوم ها و انسان ها را متحد کرد. درس دیگرش این است که انسان باید انتظار نباشه که بیمار شید بعد از دنیا میگذره، یا اینکه در صدمه جانش از دست میتیه، یا که در بیناهای بلند کار میکنه از او جمعه هفته جانش از دست میتیه، یا اینکه در زندان میمیرم. این درس دیگه باید برای نفرای باشه که پول زیاد دارن و خیال میکنن که اگر پول زیاد داشته باشین در جان ما خطر نمیکنه. خانه های بلند داشته باشیم، اخره نداشته باشیم، همه اینو در یک زمین جنبی 3 دقیقه از بین میروند. از یک تور اینترویو میگیرن، میگه نفر در برچشتگی کیه؟ میگه صاحب خانه. تا دیروز همه اومد بالای ما فقط جنگ میکرد که پول خانه را کی میتی. امروز هر دوم به خانه را ته پلتکی. هر کسی کمک میخواد بکنه، حالا هم در کمک و خیر باز است. خداوند برکت بده.